واقعا خیلی به این ویدیو خوش اومدین. از اونجایی که من راست هستم امروز کل روز رو باید با دست چپ زندگی کنم و سپری کنم. مثلا بعد این کاری که باید بکنم اینه که دست راستمو ببندم. آقا من از این روسری استفاده میکنم. آقا اینو دیگه یه جوری درست کردم ولی خب نمیدونم دیگه راضی هستین راضی نیستین. میتونستم مثلا یه جوری کنم که دستمو گچ ببندم ولی خب دیگه همین بس دیگه. الان تقریبا ساعت 9:09 صبح بیدار شدم. کاری که باید تو این ویدیو بکنیم یکی اینه که بریم دست و صورتمون رو بشوریم، مسواک بزنیم و غذا بخوریم و از آخر بخوابیم، فرداش ببینیم چی میشه دیگه. برو بریم. تو این بند و بساط شارژ گوشیمون هم تمام میشه. آقا بریم یک چای بزنیم کتری رو پر کنیم. یه چشامون از این وضعیت در بیاد. خب دیگه حالا باید منتظر بمونیم تا که آبجوش قول بزنیم. آقا ولی من دارم با دست بستم فیلم میگیرم چون اینجوری هم زیادم نمیتونم تکون بدم. با این کار رو انجام میدم با این فیلم میگیرم. حاجی ولی فکر نکنم شوره داشته باشم اوکی قانع شدم. حاجی بالاخره برف اومد. باورم نمیشه. جدی برف حاجی، همش برفه. همش برفه دیگه. ولی حاجی امروز باید برم حموم یکم. اینم بچه برف شادی، حالا شوخی کردم. حالا چجوری با دست چپ برم حموم بدون دست چپ؟ من نمیتونم. من بدون دست چپ نمیتونم. آقا یه 2 قاشق چای میریزیم. حاجی عجب چای گذاشتم. مشتی از کجا فهمیدی ترکم؟ حاجی ولی خیلی عجیبه با اینکه دستم بسته است ولی از چایم نمونده. خب آقا تا الان دست صورتم شستم، چایم خوردم، یکم اتاقم بهم ریخته است. گفتم که یه تایم لپس بگیرم از این اتفاقایی که میفته و خب شما هم ببینین و شکست. اینا برنامه درس خوندن من بود. البته بود دیگه الان نیست. آیا چقدر کس درس که نخوندم هیچی ریده شد به دیوار اتاقم. به نظرم من اینو میگم بردارم. این ویدیو دارم 27ام ضبط میکنم دیگه. حالا نمیدونم کی میبینین میرسه دست ادیتور و دیگه کابل زن و اینا رو دیگه نمیدونم. حاجی این خاله خیلی داره اذیتم میکنه. اگه دوست دارین بعدش دارم کامنت ها این ویدیو رو به بالای 5K برسونین و توی کامنت ها این کلمه رو بنویسین. آره. یا اگه نمیدونین چی کامنت بذارین اینو بنویسین. این به تختم که اوکیه. البته اینجوری نیست معمولا اتاق من اینجوری نیست. معمولا تختی بالای کمد. من میگم چی بدم جارو برقی رو بیارم. اول اینجا یک جارو برقی بکنیم تا بعد ببینیم چیکار میشه کرد. وقتش جارو کنیم. حاجی خیلی دستم درد میکنه نمیدونم دلیلش چیه. دلیلشو هر کی میدونه تو کامنت ها بگیر. دستم خیلی درد میکنه. چشامم خیلی ضعیف شده. آره. خب دیگه آقا لوس بازی بسته بریم اتاق مرتب. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از تو. چقدر کسیت زیر تختم بود. چه بادی میده. خب آیتم بعدی اینه که یکم گیم بزنیم و بریم دیگه. بریم این چالش هم انجام بدیم. من یکم هوا بخورم. خب آقا بریم بعد بازی فورزا هورایزن 5. خیلی از این بازی خوشم میاد. آقا بریم با این دست شکسته. بعد این هدفون منه. اگه که می‌خواستیم بخرین نخرید چون که هم خیلی بزرگه هم این که ایناش سوختن. خب ببینیم از این ماشین چی داریم. بچه 206 برمی‌دارم. 206 البته 200 چنده این؟ 207 سوپر اسپورت دیگه. حاجی اصلا حرف نداره این بازی. خیلی دوستم چنل گیم باشه ولی خب چون گیم زیاد مخاطب نداره بعدم میخواستم توی یک چنل دیگه فعالیت گیمینگ رو شروع کنم. ولی خب حاجی نگاه کن چقدر بازیش گاده. من راستی بچه بگم این مپ خود فورزا هورایزن نیست. این یه جورایی میشه گفت مپ دومشه
یعنی خب توی مرحله میتونین بگیرینش. مثلا بدم اون یکی مپش. به به حاجی اومد. خیلی مپش خفنه. History is actually abandoned in a barn somewhere in Mexico. What do you reckon? چه نمیشه دیر بزن. آره قابلیت کاستماستون ها خیلی داره. بچه این خوبی فورزا هورایزن اینه که با دنده سه هم میشه دریفت بزنی که خب این تو بازی‌های دیگه نمیشه با دنده سه دریفت کرد. ما بریم این ایونت رو شرکت کنیم ببینیم که چی میشه. یه پورش میخوام. پورش. من این پورشه رو برام دادم. آقا اینم ازتون میخوام که نظر بدین اینکه پنل گیم بزنم یا نزنم. آقا این دستم رو اینجا نگم دارم. خب حالا خیلی ضایع میشه. اینجوری میگیرم دیگه. حالا خودتون کار رو بگیرید. اوف به خدا نگاه. اوکی با دست شکسته بردم. نفر اولم شدم. اوکی دست بستی. آقا 3 تا سوسیس یخزده توی یخچال داشتیم. گذاشتم تا گرم بشه. تو اون حینم داشتم بازی میکردم. خیلی مدت طولانیه که گذاشته. الان باید اینا رو باز کنیم. خب آقا اینم از سوسیسامون بریم درست کنیم دیگه. خیلی خوش اومدید. امروز قراره سوسیس تخم مرغ بهتون یاد بدم. مواد لازم یکی سوسیس و یکی تخم مرغ. و روغن. امکان داده دوربین بیفته گوشیم بشکن از بین. خب دوستان روغن ما به اندازه خیلی زیاد به غذا میریزیم. وای سوسیس‌ها رو دوستان اضافه میکنیم. سوسیس نیست بچه اینا کوکتله. من نمیدونم چی بهش میگه. کوکتل میگن. حالا چی کار میکنیم؟ حالا هیچی. ما فقط میریم 2 تا تخم مرغ یخچال در میاریم. دوستان همیشه تخم مرغ بخوریم. تخم مرغ پروتئین خالصه و بدن شما به پروتئین احتیاج داره. اوکی تخم مرغ رو میذاریم اینجا. اینا یکم سرخ شدن بعد تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. الان شاید فکر کنید صدای بارونه ولی صدای سوسیسه. به به حاجی اصلا عشق. این گوشی که دارم باهاش فیلم میگیرم شیائومی ردمی 14C که به نظرم بگیرین گوشی خوبیه. تا الان که خوب کار کرده. فقط بعضی موقع اون بدوز ثانیه‌ای که میده زیاد وابدلم نیست. جورایی بدتر میشه بجن که خوبتر بشه. حاجی این بسته یا فکر نکنیم من باز میکنم. دوربین سلفیش بهتر از دوربین جلوشه. دوربین جلوش نویز خیلی زیاد داره ولی خب این باز یکم خوبه. وای حاجی دیگه کم داره میشه که من این کامپیوتر رو بهش بخورم بشه. بچه ها باید اگه لایک ها این ویدیو به بالای 2K برسه زندگی 24 ساعت زندگی روستایی انجام میدم. یعنی چوپونی و دیگه خودتون میدونی خوابیدن توی سرما و تو شب و اینا رو دیگه همه رو انجام میدم دیگه. من یادم رفت نمک بزنم. بعد اینم تو کامنت ها بهم بگین که بیشتر دوست داریم ویدیو تو سبک ولاگ درست کنم یا گیم یا ریاکت و اینجور چیزا. یه خودتون بگین دیگه تو کامنت. هر چی شما بگین همون میشه دیگه. به حاجی نگاه کن چی شد خداییش. خیلی خوبه. بریم اینو بخوریم و بعدش هم یکم بگیریم بخوابیم. باز شبم بیدار میشیم یکم بازی میکنیم باز میریم میخوابیم. خب آقا اینم از سوسیس تخم مرغمون دیگه. مزه سوسیس تخم مرغ مونده دیگه. نمیتونم راجع به مزهش نظر بدم. فقط بچه‌ها این راجع به بک‌گراند هم نظرتون رو بگین. خیلی نظرتون برام مهمه. یعنی اگه لایک نمی‌کنین حداقل یه کامنت ریز بذارین و اینم کامنت کنین. نظرتون رو لایک میکنم و خب خوبه دیگه.
نظرتون رو کامنت کنین. هر چقدر از ویدیو بگذره بازم نظرتون رو میبینم، پس حتما کامنت بذارین. و خب بریم سراغ غذا. فقط بچه‌ها یک نکته راجع به این جدول مندلیوف هست، اونم بهتون بگم. وایسین بیام. حاجی این جدول مندلیوف رو من یک عنصرشو یکم شک کردم، ولی خب دیگه حالا خودتون ببینین این چی نوشته حاجی. تازه من رفتم تحقیق کردم فهمیدم که ریشه اسمش ایرانیه و خب ایرانی‌ها اینو کشف کردن. آره دیگه خلاصه فکر کنم دیگه به اندازه کافی جالب بود این چیزی که گفتم. حاجی خیلی خوشمزه درست کردم و فکر کنم حاجی بعد گربه‌های مشهد اینا باشه. گربه‌های مشهده، خیلی خوشمزه، حتما بخورید. چه بادی میاد بیرون حاجی. حاجی دنده رو زدم یک. حاجی خیلی یخ شدم دیگه، ببندم ویدیو. والا این چه کاره. راجع به اتفاقایی که افتاد بگم. خوابیدم، پا شدم، گیم زدم، بلند شدم دیدم که شب شده. گیم زدم، گیم عشقم. و خب آره دیگه فورزا هورایزن واقعا بازی خفنیه، حتما نصب کنید. ایران رو نصب نکنید ولی قدیم شده. دارم میدم یه ویدیوی دیگه بگیرم که دیگه ویدیو داشته باشیم، دیگه ویدیو کم نیاریم، هر روز هر هفته یک ویدیو رو بذاریم. پس حتما دیگه ما رو دنبال کنیم دیگه. و درخت توت دوستان، درخت توت. قصد بی احترامی نداره به خدا، درخت توت. البته توت نیست، شاه توته. حالا بگم این فکر نکنین من اینجوری دستم میادم بالا چیزیه، این اینجوری با این دست فیلم میگیرم. با این دیگه مونوپد گذاشتم اینجا روی پایه، قراره که بازی کنیم، بعدش هم باز بگیریم بخوابیم. ولی خب دیگه از اسکرین کامپیوتر فیلم نمیذارم. تقریبا الان ساعت 12:15 یه تا 2 اینا بازی میکنیم، بعدش هم میگیریم میخوابیم. خب آقا میخوام برق اتاقمو خاموش کنم و خب یک نور پردازی خیلی خفنی درست کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه. برو بریم. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل. بریم بخوابم، فقط میخوام بخوابم. آقا سلام، دستم خیلی درد میکنه، مخصوصا این وسطیه، این چی اینجا خیلی درد میکنه. دارم میمیرم از درد. الان تقریبا ساعت 12 دارن از اون میگن، دارم میترکم دیگه. بریم ماجی دستم باز کنیم ویدیو رو تموم کنیم دیگه. این کیه داره زنگ میزنه؟ خب آقا بریم دیگه اینو در بیار. البته اینجوری باز نیم تو کامنت ها بگین باز شد فلان. آره باز شد، ولی خب موقعی که خواب بودم دیگه میدید از دستم در اومده. یه گفتم تو ویدیو موقعی که باز شد، یه بار بهتون گفتم. آجی اصلا دارم از درد میمیرم، چون این کیپ بوده، اصلا گره کور شده. باز کردم. چه درد میکنه. صوت صفير